برادران قندم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاولونیا مانا قپیدم اینا 3 متر 85 سانتی متر 3 و 85 فقط حجت دلیل قطعی. برادران قندم زنده و سربلند باشن دیگه یه رکه ایتا چکانکه کردن نمیشه. من خیلی زینه وای میکنیم زینه میمونی بعد اینه بولوش ده من انا یوش میکنی انا دیدی چند بخشی نکندم نه نه نودا کش میکنی فهمیدین خیلی زینه 3 متر میکنی من خیلی میبروی من تمی بروی بین تمی فروی ولی با مخلصان بگن ای بابا نظری بمبری هم طوری زینه پود بالاوی گولا رسیده ای قجون میکنی ولی میگن یکی مخلصای نامحترم برادران قند منه 5 زده 3 متر 85 سانتی متر 5 زده ای 5 زده انا که ایورا کندن در کور کی مودا فقط حاصل بالا بروا خوب رولتکه خیلی پرسوت مشکل است رولتکه هم خیلی گم نداره که چقدر کارو چقدر مهنت ها میکنن که باید رولی که شیره و شربت دار فقط حجت دلیل قطعی. برادران قندم آیدی پاولونیا بسیار گپا هستن بسیار میگه همین خمیگو با سوالو بسیار میشه یورا کو میشه شنونده همیورا بو میشه شنونده نمیر میشه شنونده بابا حاجی میگن بیرم میشه و میدونم یورا ولی ما نمیشنونم یورا کرمکارو میتونم. برادران قندم خب برگی پاولونیا سوال میتونن که چوه شکوف برگوش خپا هم شکوف اوخی ایورا اولی من اولی تو ای دیگه جوش سرکو ای شکوفو برگای همی درختم خودش شکوف هم که شکوف میشوه وقتی که غذا نیوه همین نه شکوفیش پر میشوه نه همین درخت کلان میشوه وقتی غذا نیوه همی اوخی ایره برای این قدر مثال این رشش نگاه کردن نشون دادی این رشه نگاه کرد من اینجا نگاه پیشتر بیو من این نگاه که اینجا برای متر وای کردیم که انیق بیایم متر بود زمین وکه اینجا نگاه که تنه ایچ خیلی اومده درخت شده اومده درخت شده کبوت ایس کبوت ایس اومده چیوش همش اوه کن وقتی که همین میچینیم همین برگورا کو همین برگورا میچینیم اوجه ایجاده وقتی برگ میچینی تنه درخت سخت میشوه تنه همین درخت سخت میشوه درخت میشوه وقتی که برگ در تنه شد برگ نورهای آفتاب قطعی فتوسنتز میگن که زبان علمیش قطعی نورهای آفتاب قطعی تمام شیره و شربت ای زمین میکشه با درخت دادن کار میکنه وقتی که ایره ما قیچ کردیم دیگه ایجاش کار نمیکنه ایجاش درخت میشوه یعنی که سخت میشوه درخت میشوه بولوش رفتن میگیره تو چقدر برگو چقدر که ما برگو رو بچینه همون تنه پایون سخت میشوه نه که چیندن لازم نیست ما چقدر ما همون خروکه که هست در همون زمین شیره و شربت بکشه بخدش ستولش سخت شوه که سخت شده رفتن میگیره تیرمو همه یو میریزه تیرمو همه برگو میریزن یک چوی قاق میمونه سر از آدر شما بود سوال میته که چو در تای اصالبا شنونده در تای سیموس شنونده یا همه کوچتن اولی تکنیش که سریز در نامده مو تکنیش که سریز در شما هده نشین اولی تکنیش که سریز دارایی اولی بو پرساد که دارایی اولی بو عرشایی بو اینه که قلمچه میگیریم عرشایی بو استکان شکده بیوگوموس ده میشنونه کاری بسیار باید شما همین سوال میتین که همین درخت چی میوه میتیا درخت میوه نمیتیا درختی خو ام یک باشه خوب فیته باشه خو و چندین نموداش هست دکوراتیو نشسته چی ایو میوه نمیتین ایو گل میتین دکوراتیوش گلوش بسیاره پنجه میزنه گلوش بسیاره گل میتیایی ای
درخت امیت گل میکنه بعد چینی درختی دکوراتیوی گل نمیکنه ای گل میکنه و گل نمیکنه این فقط برای درخت برای تخته برای استروی ماتریال های اما این برای همه این فقط حاصل این گل میکنه زنبور پرا بشه نمیخیر میمونن یا درختار نشونته دیدی درختو چی قدر آماده هستن چی قدر آماده رفته هستن اینا چی قدر وایب هستن اینا را همه اینا را ما تیراماد میکنیم آریشوشون قلمشه میگیریم گفتم کو قلمشه میگیریم وای میکنیم سکن چی وای میکنیم شما برای همین درختون اینا در 3 ماه قریب 4 متر و ممکن 5 متر هم شون شما اگر همین خیل بخواین که درختاتون هم خیل شوه ان شاء الله با امر خود قطعی ما همکاری کنین نمره رول میمونم همکاری کنین ما شما را گام میزنیم که چی طور همین را کارکرد بیاگوم سای اوتی همینجا دم زمت که کنم جن نسوس قطعی اومونده سی نگاه که نگاه اون شلنگ ورده گیم شلنگ نسوس شد درونی دمیمونم اشکافی اومد زمین نسوس او چخری بلندی ده نسوس قطعی اومونم اكيد دا گیجو بوده که همین اوی روان که همین در باندشکار اوی کنی اوش بیتی نسوس میمونی کار میکنی اینه خیلی کلمشه میکنی گفتم تو اینه کلمشه کار میکنی برای استولش کلان شدن وای رفتن بعد میگن که دروی همین از سوراخی داره سوراخیش چی قدر که خروکش شیره و شربت دور باشه زمین که بکشه استولش محکم بیاید میروه چی قدر میروه کلان میشه میروه برای همین بسیار درخت بینهایت خوبه شما بسیار سوالای چی نتی گوش کنین نخی نفهمیدین گپای ما گپ نزدید نفهمیدین زمین چی قدر حاصل کرده به شنودن در کو در تمام جمعه در شیبرو نمیشه شیبره که شیبرو شالی بکنن شیبرو را یا که اوبای زیر زمین پاس کنن باردارن وای کنن کم تمثال خوکا رو برداشته خیلی وای کنن نسوس قطعی اومونی نمیشه برادرانی قندم با اویدی درخت چی گفتن هستم درختی بهونه خوبه تخته خوب میتیا تختش گرم نداره سوچوک نداره راست میبروه اگر همین شما حرکت کنین که 12 متر ده هم که چکانکا کرده برین 12 متر شوه همین برمنوی که نیمی باریکیش 41 سانتی متر باشه نیمی باریکیش 41 سانتی متر شد در روزش 6 متر یک کوب تخته میتیا ما پیلرام دا کار کردگیم قطعی استاد ناظر خل میگن کار کردگیم در روزی برمنو را گفته هستم نیمی باریکیش 41 سانتی متر باشه 41 سانتی اصلش ممکن 50 سانتی متر شود داخل 40 باشه 50 سانتی متر باشه 50 سانتی متر میشه یک کوب تخته میتیا شما حرکت کنین که همین پایونش اگر 50 سانتی متر شود بالاش تا 6 مترش 41 سانتی متر شود از 6 متر با تا 12 مترش بالاش اقلا 25 سانتی متر باشه که شما گارانتی خطی یکینیم کوب تخته میگیریم میبرنش میرن پیلرام دا میزنن تیرمو با هم خیلی پابک میگن خیلی روسوچی میگن خیلی ناوچاک میبرن خیلی گیردو هم بریده گیردو هم کنده دکو آنم خیلی 6-7-10 تا میبروه ایمو کنده یک تاش میمونه دیگه همش میشکنن همین یک تا خودی همون سال 6-7-8 متر میشه برای چی برای که ریشه پاولونیا مستحکم شده یه اشاره شد که قریب 10 منوت شده است با کمپانی مگافون میگم که 9 ساعت شد یک چیره یک ویدیوی 15 منوته را من نتونستم اسکچات کنم 9 ساعت شد کمپانی مگافون التماس بسیار گام نزنم یک بینن امیره یا بینن خدا زنده و سربلند و آباد باشین برادران قند من